سلام دوستان، خوش اومدید. بدون چین و چرایی بریم شماره 1. جنادوها نمیتونن توی آب بیان. توی مراحل‌های اولیه اگه شما تو این آب بیاین میبینید که جنادوها تو آب نمیان و فوری میتونید اونا رو از بالا بزنید. شماره 2. جنادوها فقط زمانی ظاهر میشن که نتونن در دیدرس شما باشن، یعنی جایی که شما اگه پشت رو نگاه کنید یا اونقدر برید که در دیدرس شما نباشن، جنادوها ظاهر میشن. که ببینید شماره 3. دشمنان وقتی اشتی رو بلند کردن نمیتونن ببرن. توی این مرحله اگه اشتی رو بلند کنن نمیتونن برن و میشن فیلد نمیشه. شماره 4. اگه اشتی توی راه پله حالا هر جا باشه زیاد منتظرش بذارید عصبانی میشه و میترسه، میگه لیان کجایی؟ و بعد شماره 5. پول مخفی تو دیوار. اگه شما به این مکان بیایید یه سری پول هست که میتونید از دیوار برداشت کنید. شماره 6. اگه بعد از سیو کردن بازی رو دوباره ریست و لود کنید میتونید از شر این دشمنا خلاص شید. ببینید شماره 7. اگه از داخل اتاق رد بشین کوازل غافلگیرتون نمیکنه، ولی اگه از گوشه ها بیان همینطور که میبینید کوازل میاد و شما رو غافلگیر میکنه. ولی نه، اگه از وسط اتاق دور بزنید و برید کوازل شما رو غافلگیر نمیکنه. شماره 8. اگه حتی اشلی هم نباشه شما سریع به این مکان برید کاتسین شروع میشه و میرید میشن بعدی. این 9. 2 تا از گنادوها روی پل اینجا منتظر شما که همونجوری وایستادن. اگه با بخش ایدا بیاید میتونید برید بالای پل فکر کنم. شماره 10. میدونستید توی بخش مرسنریز میتونید لباس رو عوض کنید؟ حالا این خیلی طول میکشه که من ویدیوشو توی پارت بعدی میذارم و شما بگید که. شماره 11. این یه راز هدیه است که من شما میدم. اگه شما گنادوها رو جلوی در نگه دارین، گنادوهای توی کلیسا اونا نمیتونن در رو باز کنن و شما میتونید با یه دونه نمیده که آتش‌زا اونا رو بکشید و بعد لوتاشون رو بردارید. خیلی ممنون تا اینجای ویدیو تماشا کردید. شما بگید که دفعه بعدی در مورد چه رازی بذاریم که مجموعی از رازهای 10 علاوه 1. مرسی. داکس.